ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಬಾರೋ ಮಾಧವ ಬಾರೋ ಮುಖವನು ತೋರೋ ಸ ಸ ಸ ಸ ರಿ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ತ ಪ ಮ ಪ ಪ ದ ನಿ ಸ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ರಿ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಪ ದ ನಿ ಸ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ಪ ಗ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ نه نمیشه جنی. خب آخه چرا؟ چی شده جنی؟ هیچ وقت نشده یه حرف قاطع بزنی. دوست داشتی بیا، دوست نداشتی نیا. خداحافظ.
Now no moving funny, I come for bear, let's get it gummy. I come for bear, show me the honey. I want the drip, let's get it runny. Man, I do heat her like me for sunny. She's got a man, but her man is bummy. She just want roll with a brother who's gully. عزیزم همسایه طبقه بالایی داره زیاده روی میکنه. همیشه آخر شب میاد خونه وقتی پرنده توی خیابون باشه بابا باش حرف میزنم، بسپرش به خودم. واسه همین میگم خونتو به مجرد و اجاره نده دیگه. هیچ وقت به حرفم گوش نمیدی. از فردا اون در اصلی و ساعت 10 شب میبندم. ای بابا گفتم باشه دیگه حرف میزنم، انقدر غر نزن زیر گوشم. نه اینکه تا الان خیلی باش حرف زدی، یه سال همش داری همین حرفا رو تحویلم میدی. چندین ماه هست که سرقت از خانه ها رواج پیدا کرده و روند رو به رشدی دارد. هدف اصلی آنها خانه هایی است که در آنها قفل است. این سارقین هیچ سرنخی به جا نمیذارن و به همین دلیل پلیس باناگالو رو حسابی به درد سر انداختن. خانم میشه بپرسم چرا این همه دارو سفارش دادی؟ من میخوام برم خارج دیدن نوه‌هام. یه ماه اونجا میمونم. اگه داروام اونجا گیر نیاد چیکار کنم؟ واسه همین دارم از اینجا با خودم دارو میبرم. سلام عمو. چرا داری خونتو سمپاشی میکنی؟ پرسیدن نداره، اشاره خونمو قبضه کردم، واسه همین دارم خونمو سمپاشی میکنم. بخاطر همین هم 3 روز خونه. سلام خانم، براتون داروهاتون آوردم. الان تو آدرسی کی گفتین؟ خیلی ببخشید، یه کار اورژانسی پیش اومد، برگشتم شهرمون. وقتی برگشتم باهاتون تماس باشه گرفتم. خانم. هی ببینم تو کی هستی؟ جلوتر نیا، همونجا وایسا با تو هم. میگم تو کی هستی ها؟ گوش کن. ببین خواهش میکنم این کارو نکن. نه جلوتر نیا. هی
تو کی هستی ها؟ نه 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 این کارو نکن. تو رو خدا این کارو نکن. این کارو نکن خواهش میکنم. نه 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 نه. آخه من چه مرگم شده؟ لعنت بهش. این موقع شب چی کار داری انس؟ سلام رفیق، اخبار رو دیدی؟ آخه الان وقت اخبار تماشا کردن واسه چی انقدر رو مخم نه میری؟ بابا رفیق، خبر فوریه. آخه الان وقت خبر فوریه، چرا انقدر میری رو مخ من تو؟ با گوش کن چی میگم، تو فقط تلویزیون رو روشن کن. عجب سریشی هستی. باشه یه دقیقه صبر کن. ای بابا. دولت مرکزی برای جلوگیری از موج دوم ویروس کرونا اعلام کرد از فردا قرنطینه سراسری از ساعت 9 شب شروع خواهد شد. خب که چی دوباره قرار قرنطینه بشیم؟ تو مشکلی به این قضیه نداری؟ آره معلومه که نداری، به کار تو لطمه‌ای وارد نمیشه. اما وضعیت واسه همه یه جور نیست. ما بیکار میشیم و تو خونه بشینیم. باشه حالا دیگه بذار ببین بخوابم. یه دقیقه صبر کن ببینم از جنی چه خبر؟ همون جوری که بود. هنوز بهش زنگ نزدم. شما دوتا این سگ و گربه یه سر با هم جنگ دارید. قد نکن جنی پشت خطه. باشه. با کی داشتی حرف میزدی؟ سوال پرسیدم ها. یه دوست. چه دوستی؟ دختر یا پسر؟ آناسین بود. اصلا واسه چی سوال میپرسی؟ ببینم حواست هست که ما یه هفته تمام با هم دیگه حرف نزدیم. واقعا میخوای واسه همیشه اینطوری بمونی؟ مثل اینکه تو دعوا رو شروع کردی ها. راگو دست از بچه بازی بردار. بس اینطوری نباش. حداقل بگو اخبار رو دیدی یا نه. آره دوباره قرنطینه شدیم. واسه تو که خبر خوبیه. میدونم تقصیر منه. قرنطینه از فردا شروع میشه قبل 9 همدیگه رو ببینیم؟ چطوری میخوای از راه دور پاشی بیا اینجا؟ قرنطینه از ساعت 9 شروع میشه درسته؟ من تا ساعت 6 میرسم. بیا همونجای همیشگی. خیلی خوب. دیر نکنی ها. باشه خداحافظ. میبینمت. الو. پس تو کجایی؟ ببخشید تو ترافیک گیر کردم. یه رب دیگه میرسم. خیلی وقت اینجام. دقیقاً کجایی؟ من
توی جاده بلم. ببخشید عزیزم، چیزی نمونده که برسم. یه رب دیگه هم صبر کنی رسیدم. خیلی خوب زود بیا. جلوتر نیا. نه 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 نه. ببخشید عزیزم. یه رب دیگه میرسم. من تو جاده بلم. رفیق شما دوتا کجایی؟ واسه چی تلفن جواب نمیدی؟ تلفن جنی چرا خاموشه؟ کجا هستی؟ جنی؟ من جنی نیستم که بابا، آناسینم. آناسین؟ تو چه مرگته؟ چرا هی منمن میکنی؟ الو؟ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعدا تماس بگیرید. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعدا تماس بگیرید. من ساعت 6 بعد از ظهر تو کافه بودم. ساعت 6 رو به جنی زنگ زدم. الان ساعت 9. خب جنی کجا رفته؟ من کی اومدم تو اتاقم؟ الو جنی، تو منو مسخره کردی ها؟ الان کجایی؟ گفتی یه رب دیگه میرسی، الان ساعت 9 شبه. الو؟
الو، تو کی هستی؟ جنی کجاست؟ وقتی آدم گرسنه است تو اون لحظه فقط دلش غذا میخواد. فرقی نداره مسئول کیه یا کی اون غذا رو پخته. تو الان دنبال نامزدت جنیفر هستی. دیگه مهم نیست که من کی هستم بعد چی کارم. هی، تو دیگه کدوم خری هستی؟ میگم جنی کجاست؟ گوشی جنی دست تو چی کار میکنه؟ مهم نیست من پیش جنیفر رفته باشم یا اون اومده باشه پیش من. مهم اینه که اون الان باید پیش من باشه. بنابراین گوشیشم باید پیش من باشه. برام مهم نیست تو کی هستی، اما متوجه شدم ازم میخوای یه کاری برات انجام بدم. واضح بگو چی میخوای. خوشم اومد. واقعا آدم باهوشی هستی. خیلی زود به اصل مطلب پی بردی. مستقیم میرم سر نکته اصلی. من قاچاقچی موادم. بسته‌ای که باید تحویل بگیرم به خاطر این قرنطینه یهویی یه جا گیر کرده. باید اونو به آدرسی که بهت میگم برسونی. اگه بسته رو سالم به مقصد برسونی، اون وقت من نامزدتو آزاد میکنم. برای چی منو واسه این کار انتخاب کردی؟ بذار مسئله رو برات باز کنم. تو این وضعیت فقط کسایی که با دارو و پزشکی سر و کار دارن حق رفت و آمد دارن. برای همین من تو رو تو این کار انتخاب کردم. یه ضمانت میخوام وقتی مأموریت رو انجام دادم نامزدم آزاد کنم. وقتی یه گوسفند میخواد سلاخی بشه همونجا بی حرکت میسته. میدونی چرا؟ به خاطر اعتماد. حالا این شرایط درباره تو هم صدق میکنه. هیچ چاره ای نداری. چطوری با خودت فکر کردی حالا که من منتخب توام حتما با این مأموریت موافقت میکنم؟ قبل از اینکه انتخابت کنم به تمام جزئیات دقت کردم. وقتی گیر بیفتی دیگه هیچ راه فراری نداری. این سیاست منه. یعنی چی؟ کل زندگی نامت الان توی دستای منه. اگه درخواست منو رد کنی کمتر از 5 ماه دیگه میافتی توی هلوفتونی. بهت نمیگم چطور این اتفاق میافته. به هر حال این تصمیمیه که تو باید بگیری. و وقت زیادی هم نداری. هی الو لعنتی آواسی. این بسته آشغال کجای این جهنمه؟
ماشین رو کجا باید تحویل بدم؟ لوکیشن رو توی واتساپ برات میفرستم. محموله رو سالم برسون، بعدش به هم زنگ بزن. گندش بزنن پلیس. بزن بغل زود باش. آره همونجا. بزن بغل، بیا پایین. گفتم بیا پایین. سلام قربان. کجا داری میری؟ قربان دارم تجهیزات دارویی میبرم. کارت شناساییتونش بفرمایید قربان، اینجاست. محل تحویلش کجاست؟ یه بهداری توی ایندرا هست قربان، از اون سمت. خیلی خوب. رامش ماشین رو چک کن. بله قربان. قربان ماشینم یخچال داره، اگه باز بشه مشکل پیش خودم میدونم. برو بازش کن، زود باش. آخه قربان واکسن و این چیزا داخلش، اگه باز کنین مشکل ساز میشه، منو مؤاخذه میکنه. همه این چیزا رو خودم میدونم. برو بازش کن. رامش برو چک کن. بله قربان. دارم بهت میگم برو بازش کن. باشه قربان. زود باش دیگه، بازش کن. باشه الان بازش میکنم آقا. بجم دیگه، دنبال چی میگردی؟ باشه چشم. الان بازش میکنم. سلام قربان. سلام. چه خبره؟ قربان آقای آشوک. اینجا چی کار میری ها؟ سلام قربان، شب بخیر. این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ داشتم برای بهداری ایندرا دارو میبردم، باید به موقع این برسم. یارو رو میشناسی؟ آره میشناسمشون، دارو از اینجور چیزا میاره. دیدی این قربان، میتونین ازش بپرسین. ای رامش، طرف آشنا عذاب در اومد، بذار بره. بله قربان. ممنونم قربان، خیلی ممنونم. آقا اگه بازم دارو احتیاج داشتین بهم زنگ بزنین براتون. خیلی خوب. برو دیگه. باشه ممنونم آقا، شبتون بخیر. مانو بردار بذار بره. چشم قربان، یه برو. الو. خوبه، سالم و به موقع رسیدی. کاری که ازم خواستی رو انجام دادم، حالا جنیو ولکن بره. حتما آزادش میکنم، اما حالا نه. هنوز چند تا کار هست که باید انجام هیچ. بدی. ببینم داری با من شوخی میکنی دیگه. نه من با تو شوخی ندارم، این فقط یه تست کوچیک بود تا صداقت تو آزمایش کنم. هی، تو داری با من بازی میکنی؟ من رو لبه یه تیغ بودم تا کارو تموم کنم. نزدیک بود پلیس دستگیرم کنه، خیلی به مشکوک شد. واقعا شانس آوردم که قصر در رفتم. دیگه هیچ کاری ظاهرا نمیکنم. در مواجهه با پلیس شانس خوبی داری. پس بذار این شانس خوب تو دوباره امتحان کنیم. هی، دیگه داری زیاده روی میکنی. اگه دستم بهت برسه میدونم با چی کار کنم. آزمایش بعدی تو خود اداره پلیس. چی؟ تو اداره حالا پلیس؟ مستقیم برو اداره پلیس آنجناناگار. بعدش برو اتاق اسناد و مدارک و پرونده شماره 124/12 رو نابود کن. پس برم اداره پلیس، اونام درو باز گذاشتم، من برم اونجا پرونده رو نابود کنم. انگار تو نمیدونی پلیسا کیان. یه بار که گیرشون بیفتی تا ابد زندگیت نابود. من میدونم که قرار نیست تو گیر بیافتی. وقت زیادی نداریم.
بهتره عجله کنی چون 1000 تا کار داریم. به هیچ وجه من حاضر نیستم همچین ریسکی بکنم تو اصلا. چاره دیگه ای جز ریسک کردن نداری. یه ویدیو برات بفرستم، خوب تماشاش کن. ببینم تو چطوری این چیزا رو داری؟ اینش دیگه به تو مربوط نیست. تو باید به هر قیمتی که شده کارهایی که بهت میسپارم و انجام بدی. در غیر این صورت هممون میدونیم عواقبش چیه. بهتر زیاد فکر نکنی. پشت سرت یه ماشینه، اون ماشین رو بردار و حرکت کن. لعنتی. به این راحتی هم نیست که بری اداره پلیس و یه پرونده رو برداری و نابودش کنی. حالا باید چی کار کنم؟ اگه میتونی منو بگیر. تا کی هسته؟ چه میخوای؟ صورتت چرا که بوده؟ با کسی درگیر شدی؟ کجا دعوا کردی؟ قربان این به خاطر دعوا نیست. بس چیه؟ ازم دزدی شده. قربان اسم من راگوه. من توی مدویلز کار میکنم. خب فکر کنم شما پاتنه حالی رو میشناسید درسته؟ به اونجا دستبرد زدن قربان. 4 نفر بودن. من خیلی ترسیدم. آروم باش. هی پراکاش یکم به شاب بده. بیا بگیر بخور. ممنونم قربان. یواشتر خودتو خفه میکنی. تو اداره پلیس نمیخواد از چیزی بترسی. تعریف کن ببینم چیه؟ دندونت درد میکنه؟ بهتون میگم قربان میگم. همه چی رو بهتون میگم. درستم به چی رو یادداشت کنی؟ اسم من راگوه قربان. من واسه یه کمپانی به اسم مدویلز کار میکنم. در واقع دارو جابجا میکنم. قربان داشتم بار آخر رو به مقصد میرسوندم. بعد از اینکه کارم تموم شد نزدیک جیپی ناگار نزدیک اونجا بودم. نه پاتنه حالی. داشتم از اونجا رد میشدم. صدای آمبولانس از پشت سر شنیدم. برای اینکه راهو براش باز کنم سرعتمو کم کردم و رفتم سمت چپ تا بتونه رد بشه. اما خب با خودم فکر کردم آمبولانس رد میشه اما اومد جلوی من وایساد. نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته قربان. 4 نفر بود از سری از آمبولانس اومدن بیرون. اومدن سمت من خیلی ترسیده بودم. به خاطر همین کیف پولم رو پشت سرم قایم کردم. همش تلاش میکردم یه جای قایمش کنم اونا نبینن. اما یه نفر از پشت سر اومد و از پشت گردنمو گرفت. گردنمو داشت محکم فشار میداد. میخواستم از دستش فرار کنم ولی اون نمیذاشت. یه چاقو گذاشت رو گردنم. خیلی ترسیده بودم. گفتم الان کیفو ازم میدزدن. کشوندمش روی زمین و همه تلاشمو کردم کیفو پیش خودم نگه دارم. اما یه بابایی اومد و یه میله محکم زد تو سرم. منم افتادم زمین و اون عوضیان پولامو دزدیدن و بردن. قربان کمپانی کلی حرف بارم میکنه. کارمو از دست میدم. تو رو خدا کمکم کنین. التماستون میکنم کمکم کنین. باشه تونستی شماره پلاکشو برداری؟ قربان شماره پلاک قربان اون ماشین شماره پلاک نداشت. به جاش برچسب زده بود. گفتی برچسب؟ چه برچسبی؟ اگه میتونی منو بگیر. همین بود. آره نوشته بود اگه میتونی منو بگیر. پس یه برچسب بود. خیلی خوب باشه. اظهارات تو رو این برگه بنویس. بله قربان. الو مرکز از ایستگاه جیپی ناگار صحبت میکنم. نزدیک کمربند پاتنه حالی نیم ساعت پیش یه سرقت اتفاق افتاده. سوژه یه آمبولانس با یه برچسب به جای پلاک که روش نوشته اگه میتونی منو بگیر. تمام واحدا رو خبر کنه. قربان چاییتون؟ بدون شکر دیگه. بله قربان. سنم به خاطر این شکر کلی قور میزه. قربان بفرمایید. هی پراکاش بگو اینو تایپ کنم. قربان.
سویچ ماشین شماره 102 رو بیارین. بله قربان دارم میام. اینکه یه ماه دیگه بازنشسته میشه دست از عذاب دادن ما بر نمیداره. خدای از سر تقصیراتش نگذر. لعنت به این جونه بره. هر چقدرم لامپ عوض کنم بازم سوسو میزنه. این مشکلش چی میتونه باشه؟ صدای چی بود؟ آرنی بیا اینجا. باشه قربان الان میام. پرونده شماره 124 ممیز 12 رو نابود کن. 124 ممیز 12. این یارو کجا رفت؟ قربان تو اونجا چه غلطی قربان خیلی ببخشید فکر کردم دستشویی از اون تو طرف. اتاق اسناد کارتو کرده؟ خیلی معذرت میخوام. کی در اتاق اسناد واسط باز کرده ها؟ قربان من خر باز کردم میخواستم لامپ عوض کنم. خیلی خواه قفلش کن. چشم. بیا اینجا. بله حتما. پراکاش. بله قربان. اینطوری که این ترسیده به نظرم دوست خودش باشه. منم همین نظر رو دارم. افسر تجسس فردا میاد اینجا. تو هم بیا که بتونی باهاش صحبت کنی. هی وایسا. کپی برگه شکایت رو انداختی زمین. برگه که تو دسته منه. واقعا آدم بی‌مسئولیتی هستی. اگه همینقدر دست و پا چلفتی معلومه اینطوری کتک میخوری دیگه. ببخشید قربان از دست هم افتاد. زندگی دنقدر شغل نباش. ممنونم قربان. مراقب باش. چشم.
اعتمادم که خیانت نمی‌کنی، درسته؟ جنی بهم اعتماد کردی درسته؟ فقط اعتماد کن. استاد حلقه. خب کار تموم شد. خوبه. تلاش و زمانبندی تحسین برانگیزه. همه ی آدمای خودخواه، کلاهبردارا یا آدم کشا، هر کاری که از دستشون بر بیاد برای یه دختر مورد علاقهشون انجام میدن. نیازی به تعریف و تمجیدت ندارم. بگو این پرونده رو چیکار کنم؟ یه عکس از اون پرونده برام بفرست. 1 دقیقه بهم وقت بده. به دستت رسید؟ آره درسته خودشه. حالا همونجا تیشش بزن. تو فکر کردی من احمقم؟ تا وقتی جنیو آزاد نکنی هیچ کاری با این پرونده بذار یه نمیکنم. داستان برات تعریف کنم. روزگاری یه مرد اصیلی بود. از صبح تا عصر برای اینکه جون آدما رو نجات بده دارو جابجا میکرد. وقتی شب میشد همون آدم نقشه میچید که همون خونه ها رو غارت کنه. با سیستم حواله بین المللی میلیون ها روپیه پولو به دبی انتقال میده. در عرض 1 ماه این مرد و نامزدش تصمیم میگیرن به دبی برن و همونجا زندگی کنن. اما مشکل اینه که اون آقای دزد نمیدونه شناسه اون حواله که سالم و سلامت در یک صندوق امانات نگه داشته شده بود دیگه اونجا نیست. تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ نه فقط این، من چیزای خیلی زیادی از تو میدونم. این فقط یه نمونه بود. اگه اون پرونده رو نسوزونی این شماره شناسه رو میسوزونم و آیندت هم باش دوست هی این کارو نکن. این پرونده رو برات میسوزونم. باشه تو این دنیا هیچ کس ارزش کلمات محبت آمیزا نداره. انجام شد. من نمیتونم قبل از هر کاری انگیزه کافی برات جور کنم. تو خوب میدونی واکسن فیبریسیتری چیه درسته؟ من هیچی ازش نمیدونم. من دروغ نگو. اصلا بی خیال گوش کن ببین چی میگم. وقتی فیبریسیتری به بدن انسان تزریق بشه در عرض 3 ساعت تمام سلولای خونش لخته میشه و در نهایت میمیره. حالا میخوام به نامزد عزیز تزریق کنم. نه جنی خواهش میکنم. نه این کارو نکن. تزریق نکن. خیلی خطرناکه. خواهش میکنم گوش کن چی میگم. جنی نگران نباش عزیزم. نه لطفا. نه خواهش میکنم باش این کارو نکن. برای همیشه اونو از دست. نه خواهش میکنم. التماست میکنم این کارو نکن. خدای من. جنی داداش پلیس اومد. نقشمون لو رفت. فرار کن زود باش. تو از اون سمت برو. جام وقفه. ظاهرا خیلی چیزا راجبم میدونه. احتمالا ما هم دیگه رو میشناسیم. من ماموریت‌های زیادی رو انجام دادم. داداش صندوق سوم باز نمیشه.
کشید تا منو تشخیص بدی. بیشتر از اینا ازت انتظار داشتم. لعنتی، ما با هم دوست بودیم. تو چت شده؟ واسه چی این کارا رو میکنی لعنتی؟ مگه من چه بدی بهت کردم؟ دوست؟ تو یه آدم فرصت طلبی، چطور میتونی همچین سوالی ازم بپرسی؟ کی؟ من؟ آره تو. مگه من چی کار کردم؟ 3 سال پیش روز 22 مارس رو یادته؟ نه چیزی یادم نمیاد. پس بذار بهت بگم. دوتایی رفتیم خونه اون قاچاقچیه پرکاش ردی تا بهش دستبرد بزنیم. یادت میاد؟ آره یادم اومد، اونجا 3 تا گاف صندوق بود. 2 تاشو باز کردیم. داداش چی شده؟ صندوق سوم باز نمیشه. گندش بزنن. داداش پلیس اومد. نقشمون لو رفت. زود باش فرار کن. اگه هر دومون با هم بریم گیر میافتیم. تو از اون طرف برو، زود باش. برو، بپر. من از اون دیوار پریدم، همونطوری که تو گفته بودی، ولی از شانس بدم یه نفر شمشاده خشک آتیش زده بود. اشتباهی همونجا پریدم. همون موقع تو از جلوی من در رفتی. هرچی فریاد زدم بهم توجهی نکردی و با اون پولا زدی به چاک. منم یه جوری از اون آتیش جون سالم به در بردم، اما صورت و بدنم کاملا سوخت. از اون به بعد دیگه نتونستم صورتمو به دنیا نشون بدم. روزام در تاریکی سپری شد. دلیل همه اون اتفاقات تو بودی. لعنت بهش. مونا درباره من اشتباه کردی. لطفا گوش بده ببین چی میگم. فقط یه لحظه بهم گوش بده. من داشتم فرار میکردم، عجله داشتم، بهت گفتم از اون ور بری. اصلا نمیدونستم اونجا آتیشه و اصلا ندیدم تو دقیقا روی آتیش افتادی. جنی هیچ کدوم از این چیزها رو نمیدونه. جنی بیگناهه. من احمق نیستم که دوباره حرفتو باور کنم. در ضمن 20 دقیقه هم از وقتت گذشته. واسه دوستیمون که نتونستی کاری بکنی، حداقل برای نامزدت یه کاری بکن. مونا لعنت بهش. خانه مردگان. ای مالا بیا از این طرف. باشه دارم میام. بیا دیگه زود با هاشم چیزا رو خریدی؟ ترشی گیرت اومد یا نه؟ آره همه رو خریدم ولی ترشی گیرم نیومد. آره کنار غذا نصف بطری نوشیدنی و یکم کباب میخوریم. چرا نصفه خریدی پس؟ نصف بطری به درد عمت میخوره. من خودم تنها یه بطری میخوام. دیگه توی این وضعیت قرنطینه خیلی سخت نگیر. نمیتونم دوباره برم بیرون. آخه خیلی کمه، اصلا فایده نداره. برو دفتر ثبت رو چک کنم. رو 32 تا مرده دفن کردیم، همشون به خاطر کرونا بود. آره بهش گفتم اگه کسی از خانواده به خاطر این ویروس بمیره برای دفن جسد بهشون جا نمیدم. برای همین یه بطری نوشیدنی بهم داد. تو ثابت کردی لیاقت اینو داری که شاگرد خودم باشی. تازه هر دوتامون امروز ثابت کردیم میتونیم صاحب کافه باشیم. یه ذرم برای من بریز. همشو که خودت خوردی. خیلی باهوشی، بزن.
اینجا 100 تا قبره. بهم بگو دقیقا کدومشو بکنم. اسمش پراکاش ردیه. 16 ساعت پیش مرده. این تمام اطلاعاتیه که دارم. باقیش با توی که قبر رو پیدا کنی و اثر انگشتشو گیر بیاری. ای احمق، منو مسخره کردی یا چی؟ هیچ کدوم از این قبرها اسم نداره، فقط شماره است. کدوم قبر رو بکنم؟ بالا بری پایین بیای، من فقط همین قدر میدونم. امیدوارم خودت از عواقب کلک زدن به من آگاه باشی و نخوای این کارو با من الو. کنی. یه کم سر نخ بهم بده. الو الو. ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡು 37 ಜನ ಊತ ಹಾಕಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ಗಳೇ دفتر ثبت. دفتر کرونایی. پراکاش ردی. آره. 2 تا پراکاش ردیه که کدوم یکی از این 2 تاست؟ اون 16 ساعت پیش مرده. خودشه.
ببینم کارتو انجام دادی؟ نه مأموریت انجام شد. چرا این آهویی که از دست چیتا فرار کرده نفس میزنی؟ قبری که کندی خیلی عمیق بود یا پیدا کردن اون قبر کار خیلی سختی بود؟ نه به خاطر اینا نیست. یه روانی که دقیقاً شبیه خودمه، همه جا دنبالم بود، اینجا اومد سراغم، به هم حمله کرد، میخواست منو بکشه. با همون وسیله‌ای که دستش بود کارشو تموم کردم. بعدم انداختمش رو همون قبر. خوبه، پس داره عمل میکنه. چی داره عمل میکنه؟ یه داروی تنفسی وارد بازار شده. اسپری تنفسی تو از اون دارو پر کردم. دقیقا همون جوری که انتظارشو داشتم داره عمل میکنه. هر چیزی که تا الان دیدی همش توهم بوده. راگو تو منو مسموم کردی؟ تو یک کثافت به تمام انتقام معنی. دیگه دوست من. شعار من اینه که شکنجه و اذیت کنم از هر راهی که شده، به هر قیمتی که شده. میفهمی دوست من؟ دهنتو ببند، خفه شو. برای این آزمایش‌های مسخرت کسی جز من پیدا نکردی عوضی آشغال. یه چیز دیگه هم هست که باید بدونی. اون اثر انگشتی که بعد این همه جون کندن به دست آوردی، میدونی متعلق به چه آدمیه؟ آخه از کجا بدونم تو اون مغز مریض چی میگذره؟ باشه خودم بهت میگم. 3 سال پیش روز 22 مارس این اثر انگشت همون شخصیه که رفتیم خونش تا ازش سرقت کنیم و نتونستیم مأموریت رو کامل کنیم. یعنی پرکاش شدی قاچاقچی نوشیدنی. یعنی تو میگن ذهن آدمای بی فکر کوره. اون روز تو به خاطر طمعت به پول به هم خیانت کردی، اما حالا تمام پسنداز عمرش برای من میشه، اونم به کمک تو. به کمک من؟ تو چی داری میگی؟ برو همون جایی که بهت گفتم. اونجا یه لپتاپو پیدا میکنی، با اون اثر انگشت قفلشو باز کن و تمام پولایی که تو حسابش هست و برای من واریز کن. اگه بخوای این وسط بهم کلک بزنی دیگه خودت عواقبشو میدونی دیگه. یعنی جون تو دیگه نمیبینی. هی گوش کن، من نه خودتو میخوام نه پولتو، اما اگه به جنی آسیبی برسونی زندت نمیذارم. داوسی خدایا
کارت انجام شد. فقط 45 دقیقه وقت دارم که جنی رو نجات بدم. لعنت بهت. چی شد؟ دستگیرش از جا کنده شد. واسه رام کردن بوفالو یه طناب به پاش بزن. اونقدر با دمش به پشت خودش زد که افتاد و مرد. الان وضعیت تو هم به همین شکله. تو به جز این صدمه‌هایی که دارم بهت وارد میکنم دردسرای بزرگتری واسه خودت درست میکنی. باتری گوشیم 1% هر لحظه ممکنه خاموش بشه. تو رو خدا بهم بگو جنی کجاست مونا. فقط بهم بگو کجاست. خواهش اگه میکنم. قبل ساعت 4 بیای طبقه 4 برج دیکی هست میتونی جنیو با خودت ببری. اگه نتونستی کاری میکنم که تا آخرین روز زندگیت منو به خاطر بسپاری. اینو بهت قول میدم. الو. سلام، کسی اینجا نیست؟ کسی صدامو میشنوه؟ آب مقدس.
جنی 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 مونا جنی 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 مونا جنی 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 جنی
لعنتی ای تو کجایی؟ جنی ای مونا ای مونا 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 تو کجایی؟ مونا راگا مونا بهم بگو کجایی؟ مونا خواهش میکنم. اتفاقایی که تو زندگی اطراف ما میفته عواقب کارهایی هستن که ما در گذشته انجام دادیم. کارمای تو به خاطر کارهای گذشته تو رو شیطانی کرده. من اومدم شیطان رو از بند رها کنم و مطمئن باش این کار رو انجام میدم. مونا گوش کن چی میگم. مونا حرفمو باور کن. مونا لطفا. مونا تقصیر من نبود. قسم میکنم تقصیر من نبود. خواهش میکنم مونا ازت خواهش میکنم التماس میکنم این کارو نکن مونا. مونا لطفا خواهش میکنم مونا این کارو نکن مونا. کارما نمایش آخر. کاری میکنم که تا آخرین لحظه عمرت منو به خاطر دوست کنی. حتی اگه از دست انتقام فرار کنیم کارما در نهایت کار خودش رو میکنه. حتی اگه بخوایم از دستش فرار کنیم یه صدایی درون ما میگه مبارزه کار.